فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. به اهل سنت ازدواج به نیت طلاق رأی تعدادی از افراد هست بله. که در صورتی که جانب دیگر اطلاع نداشته باشد، اما امام اوزاعی رحمه الله قسمی که از جمله ائمه تابعین هستند و فقیه و عالم شام در زمان شام بود، بله. اونها قسمی فتوایشان کلامشان هست که ای از متعه و صیغه نامشروع موقت که هست بدتر و غلیظتر هست. لذا راجح در این مسئله قسمی که فتوای یعنی مفتی فعل یعنی عربستان سعودی هم بله. همی است بله. و حیث که یعنی این موضوع به نیت طلاق نکاح کردن بله. در این نوعی از غرر هست و یک هدف نوعی از فریب بازی هست و در این هدف اصلی که از ازدواج مطلوب هست ادا نمی شود، اگرچه دیگر شرطهایش کامل هست ولی انجامش فاسد است، باعثی از بین رفتن زندگی یک فرد می شود و مشکلات زیاد اجتماعی را با خود دارد. لذا یعنی این بنابر راجح در مسئله که از پیشترین عالمی که در این نظرشان هست امام اوزاعی رحمه الله است. بله. از ائمه اهل سنت بله. که از جمله طبقه تابعین و شاگردای بزرگان تابعین به شمار میره، اونها هستن و راجح در این مسئله همین هست که این نادرست است.